بینندگان عزیز سلام. اخبار آزادی را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیمتان میکنیم. در برنامه امروز 19 اپریل این موضوع ها را داریم. مناقشه نوبتی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بعد سفر امام علی رحمان. جانب ها گفتند دیگر باره برای حل مسئله مرزی سر میز جمع می آیند. شخص متهم به ترکیش انبار اسلحه در جمهوری چخ با شناسنامه تاجیکستان وارد قلمرو چخ شده بود. و ساکنان ولایت بدخشان افغانستان از آن نگرانند که حکومت آنها را از یگانه منبع درآمد زرشویی محروم میکند. مجلس بیکاری نمی زیر زمین نمیره غریبی میکنه روزی 300 400 500 150 روپا بنخت با توان گیر منبیا که روز من پیش برم. اما شروع میکنم از یک موضوع دیگر. دادستانی شهر کولوب به تحقیق قضیه تلاش خودکشی آموزگار پرداخته است که فعلا در بیمارستان معالجه میگیرد. آموزگار سابقه‌دار تربیت جسمانی ادعا دارد که فشارهای مأموریت مؤسسه تعلیمی او را وادار به قصد جانش کرد. صدارت مکتب برعکس خود آموزگار را در بی‌مسئولیتی عیبدار میکند. همکارم محمود جان رحمتزاده بعد صحبت با هر دو جانب این گزارش را فرستاد. این آموزگار مکتب رقم 7 شهر کولوب 2 هفته قبل سیرکا نوشیده در بیمارستان بستری شده است. طبیبان 4 روز پیش سفر جلیلوف 31 ساله را از شعبه احیاگری به حجره طبابتی انتقال داده اند. او سبب دست به این کار زدنش را فشارهای زیادی رهبریت مکتب عنوان کرد. رهبریت مکتب او را در درس شکنی و به اعتنایی عیبدار میکنند. فقط گپای عموها در گوشم دیگه یگان کس در نزد چشمم هم نمیتا. فقط عموها چیکار کنم ای خدا چیکار کنم. دست به همین بعد سیرکا را گرفتن این پیالهش را نوشیدم. دادستان کولوب دست به این کار زدن سفر جلیلوف را تحقیق میکند. مفتشان دادستانی با او صحبت کرده اند. او پیش از قصد خودکشی نامه‌ای به والدینش گذاشته است. در آن نامه تاکید شده است که فشارهای زیاد او را به این راه آورد. آیدانه ولیه مادر جلیلوف تقاضای تفتیش عادلانه قضیه پسرش را دارد. بچه جان من طلب دارم که طبق قانون آدمی که یک آدم به مرگ تلکده جزاش بتم. او حاضر ایله کار کده سای ما او شمقتی 12 روزه هیچی نبودنده 8-9 هزار قرض کردم خرجات کردم. رهبریت مکتب ادعای آموزگار را رد میکنند. امروز دولت حکومت مرا باور کرد رهبر ماند. من از او کار طلب کردم. یگان چیزی زیاد طلب نکردم. همون معلمم همین خیلی دستگیری کردم تا کجایی را که گفت من معلم دستگیری کردم تا جایی را که دستم اومد دستگیری کردم. معلم جان گفتم کارت درست کن. فقط همین که معلم چی میخواهد که کاری کسی به من نباشد. من میخواهم به کار میایم نمیخواهم نمیایم. مسئولان معارف شهر کولوب گفتند با آموزگار در بیمارخانه صحبت کردند ولی انتظاری خلاصه تفتیش دادستانی هستند. جلیل سفروف 4 فرزند نابالغ دارد. او در مکتب رقم 7 10 ساله سابقه کاری دارد. سومن سفروف 5 ماه پیش دیرکتوری مکتب تعیین شده است. نوزدهم اپریل گفت و شنود هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان برای حل مشکلی که روز شنبه در نزد دهه سرحدی خوجه علای اسفره روی داد ادامه پیدا کرد. در این باره سخنگوی حکومت ولایت بودکند قرقیزستان چولپان بیردیقولوف خبر داده است. ساکنان محلی میگویند وضع در مرز معتدل است و مرزبانان دو کشور در نقطه‌های دائمی خود قرار دارند. ولی مناقشه اخیر آن هم پس از سفر پرزیدنت تاجیکستان به منطقه سر و صدای زیاد به میان آورد. همکارم میرزا نبی خالقزاد موضوع را پیگیری کرد. درود بر شما و آخرین خبر از این منطقه چی است؟ بله شعلا، از مقامات شهر اسفره و جماعت خواجه علا گفتند که حالا آرامی است و 3 کشور همسایه تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان آمادگی دارند که روز 22 اپریل یعنی بعد از چند روز در فرغانه جمع می‌آیند و سر این مسئله مذاکره می‌کنند. همچنین نماینده وکالتدار حکومت قرقیزستان در بادکن آموربک سوان علیف با رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت صحبت تلفنی کردند و به موافقه رسیدند که راه حل مسئله را در همایشی که 22 اپریل باید برگزار شود گفتگو می‌کنند.
و ظاهرا واقعی اخیر نقشه های دو کشور را در بابت گفت و شنید تغییر داد، زیرا اعلان شده بود که در نیمه دوم ماه اپریل گفت و شنید مسائل مرزی در بیشکک و سپس در دوشنبه ادامه می کند و همچنین در همین وقت رئیس جمهوری قرغیزستان صادر جابروف به دوشنبه سفری رسمی انجام می دهد. ولی حالا روشن نیست این سفر کی برگزار خواهد شد و همین واقعی خواجه اعلی اقصی بیانگر آن شد که آرامی در اینجا خیلی شکننده و آسیب پذیر بماند. خب اصلا خود حادثه چی گونه بود؟ چی چیزی رخ داده است؟ حادثه از این قرار است که روز شنبه گذشته در مرز اسفره و بادکن انقطرش در نزد دهه خواجه اعلی میان شهروندان بحث رخ داد. جانب تایسان حادثه را تا کنون شرح نداده است، ولی مقامات قرغیزستان به رسانه‌های این کشور گفتند که روز 17 اپریل چند روز قبل کارمندان اداره آبی بادکن در جماعت اقصی باسازی مرکز اساسی آب تقسیم کنی در دریای اقصی را آغاز کردند، اما مرزبانان تاجیک طلب کردند که کار را قطع کنند. این نقطه تقسیم کنی آب در نزد دهه خواجه اعلی تاجیکستان هنوز از دوران شوروی وجود داشت و ازبکستان، تاجیکستان، قرغیزستان برابر در فصل بهار در کشت و کار از آن بهره برداری میکردند، ولی پس از فروپاشی و بعد شروع علامتگذاری خط مرزی تاجیکستان و قرغیزستان این نقطه به یک قطعه دیگری بحثی تبدیل شد. ساکنان دهه خواجه اعلی اسفره میگویند این منطقه علامتگذاری نشده است و تا انجام معین شدن خط مرز در آن باید ساختمان انجام نشود. و حالا دیگر منتظر مذاکره طرفا که روز 22 اپریل صورت خواهد گرفت خواهیم ماند که با چه نتیجه انجام میگیرد. تشکر برای صحبت. جایز به تاکید از خط مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر است و کنون 504 کیلومترش معین و علامت گذاری شده است. دو طرف با وجود گذشته سالها نتوانستند سر منطقه بحث برانگیز به سازش برسند و بر اثر ماجراها در منطقه نامعین از دو طرف چندین نفر کشته و زخمی شدند. چخیا روسیه را با دست داشتن در عمل تروریستی دولتی در خاک این کشور متهم کرد. به قول منصبداران چخ، دو جاسوس روس در ترکیش یک انبار سلاح چخی در سال 2014 نقش داشتند. پلیس چخ اینچنین دو جاسوس روس را با گمان صادر کردن این ترکیش مورد پیگرد قرار داد. این دو نفر همانهایی می باشند که سال 2018 در انگلیا با استفاده از زهر نویچوک جاسوس سابق روس سرگئی اسکریپال و دخترش را زهرآلود کردند. یکی از آنها به چخیا با شناسنامه تاجیکی وارد شده بوده است. خیرامان بخازاده با تفصیلات بیشتر. موج ترکیش‌های پرقدرت در این انبار سلاح چخی در سال 2014 تا حال احساس می شود. همکنون مقامات چخ با تکیه به معلومات اکتشافی میگویند که ترکیش‌های مرگبار کاری دست جاسوسان روس بود و در پاسخ 18 دیپلمات روس را از خاکشان بیرون کردند. این یک حادثه بی‌سابقه است و از این خاطر رئیس سنات چخ میلوش ویستریچیل هم با یک شیوه بی‌سابقه صحبت کرد. اگر این اثبات شود ما باید فعالیت خدمات مخفی روسیه را همچون یک عمل خیلی جدی تجاوز و دشمنی ارزیابی بکنیم که حتی میتواند همچون یک عمل تروریسم دولتی ارزیابی شود. ترکیش سال 2014 اوربیتیتس 50 تا مهمات نظامی و جان 2 نفر را از بین برد. صدها نفر به جای دیگر کج داده شدند. سالهای زیاد سبب ترکیش معین نبود تا زمانی که روز شنبه گذشته نخست وزیر اندری بابیش به طور سریع نشستی مطبوعاتی تشکیل کرد و گفت بر پایه دلیل‌های ردناپذیری که مفتشان خدمات امنیتی ما به دست آوردند من می‌توانم بگویم که افسران خدمات جاسوسی نظامی روسیه یا خود گرو واحد رقم 29155 می‌توانند در ترکیش انبار وربیتیتس در سال 2014 دخالت کرده باشند. این خود همان واحد نظامی است که در حمله به سابق جاسوس دوگانه روس سرگئی اسکریپال با استفاده از زهر نویچوک در شهر سالیزبوری بریتانیا در سال 2018 گمانبر دانسته می شود. پلیس چخ 2 جاسوس احتمالی روس را مورد پیگرد قرار داد. اینها عین همان 2 مرد می باشند که برای تشکیل حمله در شهر سالیزبوری از جانب بریتانیا هم جستجو می شوند. اعضای همین واحد نظامی اینچنین در تلاش کشتار یک تاجر سلاح در بلغارستان گمانبر می شوند. در این حادثه سال 2015 زهر از دسته دری ماشین او پیدا شد. مقامات بلغارستان یک افسر گرو را در غیبش برای تلاش کشتار
гумонбар эълон карданд, вале баъдан таҳқиқи парванда боздошта шуд. матбуоти чех гуфт ки марди мавриди ҳадафи ҳамла қарор гирифта Емельян Гебрев аст ки пеш аз таркиш дар амбори Врбетице дар ин ҷо силоҳу муҳимот фармоиш дод ва ният дошт ки онро ба Украина фурӯшад. вазири умури дохилии чех Ян Ҳамачи гуфт ки бо мақомоти Булғористон дар ин замина ҳамкорӣ ҷараён дорад. дар як барномаи сиёсии телевизионии чех аксар ҳизбҳои мухолифи сиёсӣ дар ин кишвар аз кори ҳукумат пуштибонӣ карданд, вале вакили коммунист Лео Лузар гуфт ки далели иттиҳомот пешкаш нашудааст. ин чӣ гап аст? матбуот бидуни додани иттилоъ шуру валвала барпо кардааст. мардуми бо масъулият бояд иттилои кофӣ пешкаш кунанд. москав таҳдид кардааст ки барои ихроҷи дипломатҳояш қасос мегирад ва сухангӯи вазорати хориҷаи Русия Мария Захарова иттиҳомоти мақомоти чехро як найрангбозӣ номид. иёлоти муттаҳидаи амрико, бритониё ва нато аз амалҳои ҷумҳурии чех пуштибонӣ карданд. шоми 18 апрел ҳамчун рамзи хуни рехтаи қурбониҳои таркиши соли 2014 фаъолони чех деворҳои сафорати Русияро дар Прага афшураи помидор молиданд. иттиҳоми бисёр тундлаҳни мақомоти чех аз як буҳрони азиме дар робитаҳои ду кишвар дарак медиҳад ки аз замони суқути коммунизм мислашро надиданд. зимнан вазорати кори хориҷаи тоҷикистон дар посух ба дархости радиои озодӣ бобати истифодаи шиносномаи тоҷикӣ аз сӯи шаҳрванди Русия гуфт дар ин бора аз матбуот огаҳ шудаву таҳқиқи худро шурӯъ намуданд. дар вилояти Бадахшони Афғонистон сокинон бо заҳмати сангине ба истихроҷи тилло машғуланд. онҳо мегӯянд ҳукумат дар ин минтақа имконияти дигаре барои шуғл фароҳам накардааст ва мардум ночор ба ин пеша рӯ оварданд. аммо мақомоти маҳаллӣ кори онҳоро ғайриқонунӣ медонанд, чунки барои заршӯӣ аз давлат иҷозатнома нагирифтанд. ба қавли сокинон агар ҳукумат аз ин пеша ҳам маҳрум кунад, манбаи даромади дигаре надоранд. абдулло Ашуров мавзӯъи идома медиҳад. این کوههای ناحیه یفتلی پایان ولایت بدخشان افغانستان است. ساکنان برای استخراج طلا از این راهی باریک و پرخم و پیچ عبور میکنند تا به دل کوه برسند. سفر محمدی 65 ساله 11 سال این جانب از این موضع طلا استخراج میکند. با وسایل برقی در عمق 25 متری کوه سنگ را پرمه میکنند و سپس آن را بیرون میکشند. همینجا 15 نفر که اومدیم نمی خاطر غریبی که 4 پا ما زمین زیر خاک پیدا کنیم. رفتیم ایران، رفتیم ترکیه، رفتیم تمام جا رفتیم، ردیمت شدیم، بیاب شدیم، بیشتر ترشیدیم، دیدیم کار پیدا نکردیم. ایدیسی بیکاری نمی زیر زمین نمی غریبی میکنیم روزی 300 400 500 250 روپا بنخسو با توان گیرمون بیا که روزمون پیش برم. عبدالرقیب طلاکار دیگر و از رفیق‌های سفر محمد پس از هفته‌های جستجو در سینه کوه توانسته است رگ طلا را پیدا کند. وی میگوید استخراج طلا از اینجا بسا کار سخت و سنگینی است و در جریان پرمکاری ده‌ها کارگر معدن پیش چشمشان زیر سنگپاره ها ماندند، ولی برای پیدا کردن لقمه نان آنها مجبورند این کاری خطرناک را ادامه بدهند. این همین رگ طلاست، این همین رگ سرخ است، این همین معلوم است، می‌بینین دیگه همین زیر زمین کافتر رفته استیم که تقریبا قسم چاوار رفته استیم 25 متر زیر زمین رفتیم. در وطن دیگه کاربار نباشه، دیگه دورده میره همه که کشته میشه، نفر دیگه چیز نداره. اما با گفته مقامات در افغانستان به این شکل به استخراج طلا مشغول شدنی سفر محمد و همراهانش غیر قانونی است. آنها محصولی که با زحمت زیاد به دست می آورند غیر قانونی می فروشند. تجارت نه تاخیر میان این داخلی هستند. اینو خر به پایان لبی دریا برد، جایی که یک دستگاه برای میده کردن سنگ نصب شده است. بینندگان عزیز، شکل پوره گزارش در آزادی ویدیو گذاشته خواهد شد. اینجا برنامه اخبار آزادی به پایان میرسد. تشکر که ما را تماشا کردید. از آن یادتان نرود فردا شما را با خبرهای نو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما.